بانک ملی تاجیکستان خبر داد که با مقصد با پول نقد تامین نمودن اقتصاد کشور با قرار ریاست بانک ملی از 13 سپتامبر سال 2023 تحت رقم 95 تنگه های سامانی و درم سال ساختشان 2023 با ارزش نمینالی 1.35 سامانی و 20.50 درم به معاملات برآورده شدند. طبق قرار ریاست بانک ملی تنگه های ساخت سال 2023 در برابر تنگه هایی که الکی در گردش قرار دارند برابر گردش می نمایند. شعبه مطبوعات بانک ملی تاجیکستان گفت بانک ملی برای حمل و نقل به حسابگیری و تشکیل شرایط جهت با ارزش نمینالیشان به معاملات برآوردن تنگه های سال 2023 طبق ترتیب مقرر شده چاره های ضروری می اندیشد. تاجیکستان از بین کشورهای شوروی سابق آخرین کشوری بود که تنها ماه اکتبر سال 2000 یعنی 9 سال بعد فرو پوشیدن اتحاد شوروی پولهای نو خود را با نام سامانی و درم به معاملات وارد کرد. اولین پولهای تاجیکی در یک چاپخانه آلمان چاپ شده بودند. تا سال 1995 معاملات پول در تاجیکستان با پولهای کونه روبل باز مانده از زمان شوروی صورت می گرفت. وقتی که ماه اکتبر سال 2000 سامانی و درم به معاملات وارد کرده شد، قرب آن با دلار امریکایی قریب برابر بود و $1 همگی 1 سامانی و 40 درم ارزش داشت. در این 23 سال قرب سامانی نسبت به دلار قریب 8 مرتبه سبکتر شد و حالا قرب $1 در 10 برابر 11 سامانی میچرخد.